به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم، بحث ما در این ویدیو حول تابع علامت است. به این دلیل به این تابع علامت میگیم که این تابع به مثبت، منفی یا صفر بودن x بستگی داره. بنابراین اگه x بزرگتر از صفر باشه این تابع مقدار 1 رو میگیره، اگه مساوی با صفر باشه مقدار 0، اگه x ها کمتر از 0 بشن هم مقدار منهای 1. این حالت کلی تابع ساین یا علامت است. اگر یک تابع مرکب به جای x قرار بگیره مثل x2 منهای 1، حالا ما باید بیایم x2 منهای 1 رو تعیین علامت کنیم بسته به مثبت، منفی یا صفر بودن این x2 منهای 1 مقدار 1 0 و منهای 1 رو بهش بدیم. x های کمتر از منهای 1 و x های بزرگتر از 1 این تابع رو در واقع مثبت میکنه، بنابراین مقدار 1 میگیره. x های مثبت منفی 1 این تابع رو صفر میکنه، پس مقدار x ساین x منهای 1 میشه 0 و x های بین منهای 1 و 1 این تابع رو در واقع منفی میکنه، پس بنابراین مقدار منهای 1 رو میگیره. اینم شکلشه. شما میتونید به عنوان مثال x2 منهای 3x به اضافه 2 رو تعیین علامت و ساینش رو به دست بیارید.